اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الخامس عشر، درس 15. ابن پدر، آباء پدرها، ام مادر، امهات مادرها، اخ برادر، اخوة برادرها، اخت خواهر، اخوات خواهرها، ابن پسر، ابناء پسرها، بنت دختر، بنات دخترها، ابوه پدر وی مرد، ابوها پدر وی زن، ابوکا پدر تو مرد، ابوکی پدر تو زن، ابی پدر من مرد یا زن، هو وی این در آخر کلمه می آید. این را ضمیر متصل میگویند، ضمایر متصل. هو وی مرد، ها وی اشاره به سوی زن، که تو مرد، کی تو زن، یی من مرد یا زن. این است لغات جدید درس 15. میخوانیم گفتگوی درس 15 را. هو ابوکا، وی پدر تو هست. هو وی مرد، اشاره به سوی مرد. ابوکا پدر تو، که تو بچه مرد. هو ابوکا، وی پدر تو هست. انت ابی، تو ابی پدر من هستی. انت تو ابی پدر من، اب پدر، یی آخرش من. انت ابی، تو پدر من هستی. انا اخوه، من برادر وی هستم. انا من، اخو برادر، هو وی. انا اخوه، من برادر وی بچه هستم، برادر وی مرد هستم. هو اشاره به سوی مرد. انتی اخته، تو خواهری وی هستی. انتی تو زن، اختو خواهر، هو وی بچه، وی پسر، وی مرد. انتی اخته، تو خواهری وی هستی. انا امها، من مادر وی هستم. انا من، ام مادر، ها وی دختر، اشاره به سوی زن دختر. انا امها، من مادر وی هستم. هذا کتاب محمد، این کتاب محمد است. هذا این کتاب محمدین، نامی مرد. هذا کتاب محمدین، این کتاب محمد است. ذاک قلم محمود، آن قلمی محمود است. ذاک آن قلم محمودین، محمود نامی مرد. ذاک قلم محمودین، آن یا وی قلم محمود است. خذ دفترک هذا، بگیر دفترت را. این یعنی بگیر این دفترت را، بگیر این دفترت را. خذ بگیر، دفتر که تو، دفترک دفتر خود را، دفترت را. هذا این، خذ دفترک هذا، بگیر دفترت این، بگیر این دفترت را. هاتی دفتری ذاک، بده
دفتر من آن را، یعنی بده آن دفتر مرا. هاتی بده، اشاره با سوی مرد، هاتی بده تو مرد. دفتری دفتر، دفتر دفتر. یی من، این یا یعنی من، دفتری دفتری من. ذاک آن، هاتی دفتری ذاک، بده دفتری من آن را، بده آن دفتری مرا. این کتابی یا امی، هناك على الطاولة یا بنتی. کجاست، در کجاست کتاب من ای مادر من؟ آنجا در بالای میز طعام است ای دختر من. این در کجاست، کتابی کتاب من، کتاب کتاب یی من، کتابی کتاب من. یا ای امی، مادر یی من، یا امی ای مادر من. هناک آنجا، علا در بالای یا بر بالای، طاولتی میزی طعام، یا ای بنت دختر، بنتی دختر من. این کتابی یا امی، هناك على الطاولة یا بنتی. کجاست، در کجاست کتاب من ای مادر من؟ آنجا در بالای میز طعام است ای دختر من، ای دخترم. این دفترک یا بنتی، هنا فی محفظتی یا امی. در کجاست دفتری تو ای دختر من؟ اینجاست در سنکه دستی من ای مادر من. این در کجاست، دفتر و دفتر، کی تو دختر تو زن، دفتر و کی دفتر تو. یا ای بنتی دختر من، بنت دختر یی من، بنتی دختر من. هنا اینجا، فی در، محفظه محفظت سنکه دستی، یی من محفظتی سنکه دستی من. یا ای امی مادر من. این دفترک یا بنتی، در کجاست دفتر تو ای دختر من؟ هنا فی محفظتی یا امی، اینجا در سنکه دستی من ای مادر من. من ابوک، ابی علی بن محمود. کی هست پدر تو؟ پدر من علی پسر محمود است. من کی هست؟ ابوک پدر تو، مرد، که اشاره به سوی مرد، اشاره به سوی بچه. ابی پدر من، علی نام مرد، بنو پسری، محمود نام مرد. من ابوک ابی علی بن محمود. کی هست پدر تو؟ پدر من علی پسر محمود است. من امک، امی خدیجه بنت سالم. کی هست مادر تو؟ مادر من خدیجه دختر سالم است. من کی هست؟ امک مادر تو ای پسر ای بچه. امی مادر من خدیجه، خدیجه نام زن، بنت دختری سالم، سالم نام مرد. من امک امی خدیجه بنت سالم. کی هست مادر تو؟ مادر من خدیجه دختر سالم است. این اخوک؟ هو فی المکتبه. کجاست برادر تو؟ وی در کتابخانه هست. این کجاست، در کجاست؟ اخوک برادر تو؟
هو وی فی در مکتبتی کتابخانه. این اخوک هو فی مکتبتی کجاست برادر تو؟ وی در کتابخانه هست. ماذا یفعل فیها یکتب دروسه چی کار میکند یا چی میکند در آنجا؟ می نویسد درسهایش را. ماذا چی یفعل میکند فیها در آنجا یکتب می نویسد دروسه درسهایش را. دروس درسها، هو وی دروسه درسهایش را. ماذا یفعل فیها یکتب دروسه چی کار میکند در آنجا؟ می نویسد درسهایش را. هل لک اولاد؟ نعم لی ابناء و بنات. آیا برای تو فرزند است؟ یعنی تو فرزند داری؟ بله، برای من پسرها و دخترها است. یعنی برای من دارم پسرها و دخترها. هل لک، هل آیا، لک برای تو، از تو داری اولادون کودک ها. نعم بله، لی از من، ابناء پسرها و بناتون دخترها. هل لک اولادون آیا فرزندها داری؟ نعم لی ابناء و بناتون بله دارم پسرها و دخترها. اخوک معلمی برادر تو آموزگار من است، استاد من است. اخوک برادر تو، اخ برادر، که تو، اخوک برادر تو. معلمی آموزگار من است، معلمی من است. اخوک معلمی برادر تو معلمی من است. ابنی تلمیذک پسر من شاگرد تو هست. ابنی پسر من، تلمیذک شاگرد تو. ابنی تلمیذک پسر من شاگرد تو هست. این بود گفتگوی درس 15. لغات جدید درس 15 را یک بار دیگر تکرار میکنیم. ابون پدر، آباء پدرها، ام مادر، امهات مادرها، اخون برادر، اخوتون برادرها، اختون خواهر، اخواتون خواهرها، ابنون پسر، ابناء پسرها، بنتون دختر، بناتون دخترها، ابوه پدر وی پسر، ابوها پدر وی دختر، ابوکا پدر تو پسر، ابوکی پدر تو دختر، ابی پدر من پسر یا دختر. ضمائر متصل، ضمیرهایی که با کلمه می پیوندد. هو وی پسر، ها وی دختر، کا تو پسر، کی تو دختر، ی من پسر یا دختر فرق نمی کند. این است لغات درس 15. در اینجا درس 15 را با آخر می رسانیم و همه شما را به الله ذوالجلال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.